گویم با زبانهای عادی امروزه وای رئیس جمهور بود، وای پریزیدنت بود، وای در خلافت نشستگی بود. وقتی به ملک شام دعوت شد، گویم همه این ملکهای شام و همه دولتها در زیر تصرف حضرت عمر بودن، پادشاه بود. ابو عبیده ابن جراح در این دولت شام حاکم شهر بود، رئیس شهر بود. وقتی حضرت عمر میگوید از مدینه بیرون شدن، همراه یک غلام بودند، یک غلام همراه خود گرفتند و یک اشتر، و با این غلام خود چی معامله کرد، چی شرط نامه بست و میتونید بالای اشتر نشیند و همون لجام شتر در دست همین غلام دهد و پیش وای از قفا های کرده آمدن گیرد. لیکن چی گفت تا شام خیلی راه است. گفت از این خاطر با تو شرط نامه میکنم که 1 کیلومتر تو سوار میشوی، 1 کیلومتر من سوار میشوم. تواضع حضرت عمر را بینید، خدا ترسی حضرت عمر را بینید. شرط نامه را امضا کردند، هر دو نوبت به نوبت سوار شدند. نزدیک ملک شام شد. چگونه که یک رئیس جمهور دعوت می شود و بعد در شهر همه پیشواز وی می برایند، همه فعالهای شهر که پیشواز می برایند، در دولت همون شام همه اشراف ها، همه با دولت ها، همه آدمای با نفوذ پیشواز حضرت عمر در بر آمدند. وقتی که نزدیک شهر که آمدن گرفت، نوبت غلام شد. نوبت غلام آمد و حضرت غلام در بالای همون اشتر شیناندن و خود همون مهار گویم یا همون بندی که در گردن اشتر بود در دست خود گرفت. وقتی ابو عبیده ابن جراح این حالت دید ناراحت شد. عمر گفت تمام اشرافان ملک شام گفت در پیشواز تو آمدند، این خیلی گفت ناراحت میکند مردم که وقتی که غلام بالای اشتر رو شما گفت در خلافت نشستگی انسان همون لجام اشتر در دست شما. حضرت چی گفتن در جواب؟ گفتن رو به همون مردمی که به پیشواز من برآمدن بگو که من عزتی که یافتم از روی اسلام یافتم. عزت من از روی اسلام گفت بلند شد. برای آن که این انسانها مرا گفت احترام نکنند یا اینکه ناراحت شوند، گفت من در این سخن اونها باکی ندارم. گفت باکی ندارم که اونا ناراحت میشوند یا با راحت میشوند، باکی ندارم. این گونه پیشواهای داشتیم که این گونه تواضعها داشتند. یا رسول اکرم حکایت میکنن از مکه وقتی که مدینه آمدن، تمام اشرافان مدینه، تمام بایهای مدینه آرزو کردند. چی آرزو کردند؟ کاش که پیغمبر خدا در خانه ما مهمان شود. ابو ایوب انصاری که یکی از کمبغلها و فقیرهایی که هیچ چیز نداشت، وای چی گفت؟ وای هیچ دسترخوان در خانه آماده کردگی نبود، انتظاری هم نداشت. گفت من یک آدمی فقیر، یک آدمی بیچاره، هیچ کس نیستم، پیغمبر کجا در خانه من مهمان می شود؟ همین زمان میگوید وقتی که یک تواضع و شکستگیش که ابو ایوب انصاری نشان داد، جبرائیل آمد و همان اشتری میگه پیغمبر خدا را دلالت کرد آورد نزد خانه ابو ایوب انصاری در خوابانید و امرش کرد که در خانه ابو ایوب انصاری مهمان شود. ببین این قدر اشرافایی که دسترخانه آماده کردگی منتظر پیغمبر خدا یک جانب گذاشتند و ابو ایوب انصاری که یکی از نفرهای بودن که خیلی فقیر و بیچاره تواضع کردند، شکستگی خدا که نشان دادند، پیغمبر اولین مهمانی که شدند در خانه این حضرت شدند. دیروز وکیل اذا رأيتم المتواضعين من امتي فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مزلة لهم وصغار. این حدیث خیلی توجه کنید، بسیار حدیث لازمه هست که حتی سوالها هم در اطراف این به من آمد.
پیغمبر خدا میگوید وقتی میبینید که یکی از امت من تواضع دارد، یعنی شما را احترام میکند، احترامش کنید، تواضع کنید. یکی وقتی میبینید که یک بنده خدا نسبت شما کبر میکند، شما را هیچ نمی شمارد، فتکبروا علیهم، شما هم نسبت وی تکبری کنید. فإن ذلک مذلة لهم و صغار، انا همین تکبری شما گو معنی این دارد که وی هم شما هیچ میشمارید، وی هم شما خرد میشمارید. یعنی هست انسان هایی که همچون ما آدم مسلمان، همچون آدم مسجد می آمدگی، ما را مثال با این فعل هامان زبان کوتاه کرده و اینها گویا که هیچی نمی گفتگی باشند، اینا صبر زیاد دارن، گفته در برابر ما سخنهای نادرست میگویند، دشنامه ها میدهند، تکبری میکنند. پیغمبر خدا گفت شما در تکبری اونا تکبری کنید. یعنی اون دشمنان خدایی که شما را تحقیر میکنند گفت شما تحمل نکنید، صبر نکنید گفت، بلکه در برابرشون تکبری کنید گفت. این هم گفت علامتی او را نشان میدهد که شما هم وی حقیر میشمارید، شما هم وی چی میشمارید؟ خرد میشمارید. یعنی این از یک مختصرا در اطراف موضوع کبر. فقط در آخر همین گفتنی هستم از همه برادرایی که امروز گوییم که از حساب شرایط های خوبتان، از حساب شرایط های خوبی که دارین، مال و ثروت هایی که دارین، و اگر در وجودتان کبر باشد، از این خصلت بد دوری جویید و شکر به سوی پروردگار کنید که امروز شما را خداوند بهترین ثروت ها و بهترین شرایط داد است. به جای کبر کردن فقط چیکار کنید؟ شکرانه به سوی الله کنید و بنده های خدا را احترام کنید. انشاءالله باز عزت شما بلند می شود، باز دولت شما دوچند می شود. لیکن از کبر گفتی همون شیخ مصلح الدین سعدی، روز از روزها هلاک می شوی، عاقبت باز در دست یک تکبر میزنی که باز کبری تو در پیش کبری وی هیچ است. اینجا یک چند سوال ها را از ما پرسیدن، انشاءالله گفتن در همین جمعه کن ضرور بود است همین ها را جواب گوید. گفتد انشاءالله جواب میگوییم، بعدا دعا میکنیم. علیکم داملای شیرین زمان حاجی میرزا مراد. ما ساکنان ناحیه باختر از امر معروف شما به نهایت بهره‌مند هستیم. وقتی که شما سخن میکنید اشک چشمان روان میشود. کاش صف چنین داملاها زیاد میشد. شما و ایشان نورالدین جان فخر ملت تاجیک هستید. رحمت خدا به همان مادرانی که چنین فرزند به دنیا آوردند. داملای محترم، پسران من به نزد سفر به شهر روسیه دارند. التماس به آنها یک دعای خیری کنید. در آخر داملای عزیز از شما سوال دارم. در منطقه ما زنها نماز را نشسته خواندن عادت کردند. التماس به همین مسئله روشنی می انداختید. اولا این برادرهایی که الحال از ناحیه باختر هستند در همین مسجد ما حضور دارند، خدای مهربان این مهمانهایی که الحال برای زیارت ما و شما آمدند، برای ادای نماز جمعه آمدند، خدایا این عبادت از این بندگان خود قبول بفرما و خدایا عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردان. و آن فرزندهایی که نیت سفر دارند خدایا سفرهاشون با خیر و با برار بگردان و از همه ضررهای زمینی و آسمانی خدایا نگهشان بدار. آمین یا رب العالمین. و البته ما در این بابی که زنها نماز نشسته میخوانند قریب که خیلی صحبتهای زیاد حتی در باب همان نماز، فضیلت نماز در این بابت صحبت داشتیم. لیکن باز میگوییم که هر یک جوان دختر و هر یک مادری که امروز الحمدلله که نماز میخواند باید که نماز راستا خوانده شود. باور کنید این ممکن که بعض انسان‌های با وجود داشته باشد که گوید که اکنون همون پیشینه ها اجازت دادگی هم که زنها نشسته خوانند. باور کنید همون پیشینه کسی که همین اجازت داده است
وای باور کن وای گوری آباد ندارد. این مقابل فرض الله صحبت کردگی هست. من از یک داملای گویم باور کن در همین شهر سخت نرسد نامشم نمیگیرین که من شاهد دارم، همراهم یک نفر مولانا اینا در همین جا دعاگوی ما و شما از پهلوی من ده بود. وقتی از همون داملا پرسیدن که همین زنها نشسته خوانن یا راستا، گفت زنها نشسته خوانن، ما در پهلوش ایستادگی هستیم، از ما نپرسیدن. بعد گفتن همین سببش در چی باشد که زنها نشسته خوانن و مردها راسته؟ اون داملا چی گفت؟ داملا نامش داملا اسوای بیچاره. وای گفت که آخی زنها چی گفتن؟ زنها گفت کاواکیاشون زیاد است. این دلیل بینیم باور که شرمندگی هست. وای نامش داملا هست باور کنیم، از پس نماز میخوانه مردم. گفت کاواکیهاش زیاد است. این آیت های قرآن، این قدر مسئله هایی که در کتاب در باب قیام آمده است، راستا نماز خواندن چی برای مرد چی برای زن چی هست؟ فرض است. فرض. اگر مبادای همون زن خواه دختر است خواه مثال مادر است، اگر نشستن نماز خواند وای نمازش نماز نمی شود، با ترک فرض نماز فاسد می شود. این ترک واجب هم نیست که خواه گویم با سجده سهو درست می شود، ترک فرض می شود. راستا نماز خواندن فرض است. با تمامی چی آیت های قرآن چی احادیث ها چی تمامی بگیم امام هایی که داریم همه اتفاق به این هستند که نماز راستا خوانده شود، چی برای زن چی برای مرد. حتی اگر عذری که مثال در زن هست در مرد هم اگر همون عذر پیدا شود مردم نشسته نماز خواند جایز است. اگر همین زن فشار خون دارد راستا نماز خواندن نمیتواند نشسته خواند. اگر فشار خون در مردم که وجود داشته باشد نشسته نماز خواند اگر راستا نماز خواندن نتواند. یعنی برای مرد و زن حکم برابر است. برای همین از همه شما با خواهش میکنم انشاءالله در خانه های شما من باوری دارم زنهای شما، خواهرهای شما، کلینهای شما، نبیره های شما نمازخوان هستند. با اونها برسانید که نماز تا نماز نمی شود. داملا وقتی که این سخن گفت دیگر من چی جایی که این کمپیرهای بی سوادی که امروز مثال به همون دخترهاشون فتوا میدن که نشسته خوان، یک زمانهایی بود حتی پاچه هاشون هم میکشیدن، پاچه را میکشیدن بعد به پاچه نشسته نماز میخواندن. این گناهگاری از ترک سطر میشود. باور که کدام خانه سوخته کدام دشمنی بود، مثل همین داملای دشمنی که الحال وجود داره. علم نداری بگو نمیدانم، جای عیبش نیست. پیغمبر گفتن نمیدانم خودش علم است. اگر گویی که نمیدانم خودش علم است. شرم میکند که من مثال خیلی البته سله دارم کله دارم، چند مردم مرا میشناسد گویم نمیدانم، بعد مثال مرا یگان سومم نمیتن البته یا امامم نمیکنن. گفته سلام داملای محترم، به سوال من در همین روز جواب دهید. من 5 فرزند دارم، یک نفر این نماز نمیخواند، عاقبت این چی میشود؟ جواب این را من میگویم یا نه. هر یک پدر و مادر چگونه یک پیغمبری خدا گفتن کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیه، هر یک پدر و مادر در نزد پروردگار جوابگر هستند در حق فرزندهاشون. یعنی کدام اون نماز میخواند کدامش نمیخواند، کدام دختری تو حیا دارد کدامش ندارد، کدام دختری تو سطر دارد کدامش بی سطر است، در اینها در نزد خدا تو جوابگر هستی. لیکن مادامی که اگر بی پروا باشی جوابگری، لیکن وقتی تو سختگیری میکنی، وقتی تو از او طلب میکنی و وای عاقبت را گوش نمی اندازد، این حالت تو گناهگار نیستی. فقط تو یعنی همون وظیفه‌ای که در ذمه داری که از فرزند طلب کنی طلب کن، فرزند تا در نماز قائم کن، همراه خود مسجد بیار. لیکن اگر بے پروایی کردی، اهمیت ندادی، گویی که خیلی جوان است، خیلی بانکی خواب کند و دیگر این حالت تو گناهگار میشوی. تو در نزد خداوند جواب این فرزند میدهی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش داریم که به ما دعای سفر میدادید، ما بر روسیه میرویم، پیشکی منتدار هستیم.
خدای مهربان این گروه جوانهایی که الحال از من پرسیدن که ما نیتی سفر داریم، در حقمان دعا کنید. خدایا سفرهاشون با خیر بگردان، خدایا صحت و سلامت به همون مکانهای لازمه برسان و خدایا با دستهای پر و با شرایطهای خوب خدایا پس بگردان و از هر گونه حرام کرده های خودت خدایا این بندگان خودت را نگهدار. آمین یا رب العالمین. جوانایی که امروز برای سفر آماده شدید، همه شما در من مراجعت میکنم، بسیاری شما در من مراجعت میکنید که برابر رفتن الک شما نیت زنگیری داره، نیت زنگیری داره، لیکن شما را اونها فریب میدهند، شما را استفاده میبرند. اگر فریب ندهند یا استفاده تان که نبرند، بین شما را 3 سال و 4 سال همو زنها پاسپورت هاتون میگیرن، پیش پدر و مادر آمدن تا نمیمانند. برای از تو از 100 زنی که داشته باشی، برای تو از همه بالاتر قدر پدر و مادر میستد. این قدر پدر و مادر را فراموش نکنین که حبیب خدا میگوید بر آباءکم تبرکم ابناءکم. اگر تو میخواهی که فردا راحت فرزند تا ببینی، پدر و مادر تا احترام کو، به قدر پدر و مادرت برس، دعای پدر و مادر تا بگیر، فرزند در حق تو خدمت میکنه. لیکن تو روی مثال از دنبال همون زنهای روس گردی، تو در اونجا رفته و مثال عرق نوشی را سر کردی، تو از قیامت نمی ترسی. تو در رسی هم که مری در همونجا منکر و نکیر وجود داره، اونجا قبر تو نارام می شود. تو را دیگر از همون روی خط مسلمان ها خط می زنند، تو را در زمره همون کافرها و همون عرق نوش ها و همون زناکارها می نویسن. وای به حالت. انسان در سفر اگر گذرد، پیغمبر گفتند اگر حلال پاکیزه باشد وای شهید می شود. اگر انسانی که در سفر از دنیا میگذرد، یعنی در ملک خودش نه، مثال اگر من در دوشنبه از دنیا گذرم، به خاطر یک سفر رفتم، به خاطر یگان موعظه کردن رفتم که در راه مثال صدمه در دوچار شدم، خب در این حالت چی میشم؟ من درجه شهادت میبرم. لیکن اگر شما در سفر رفته و اینقدر گناه کنین، عرق نوشی کنین، آخر این عمر جوانی تان برباد میتین. زن نگیرین، زن از همین مردم مسلمان خودمان گیرین. امروز زن گرفتن در همین تاجیکستان ما فرض است، فرض. اینقدر دخترهای زیادی ما و شما به شوهر ماندن. شما غم ملت تا نخورین، غم این دخترهای مسلمان خودمان نخورین. اوای پروای تو ندارد، وای تو را احترام هم نمیکند، باور کن. برای همین از همه شما جوانا خواهش میکنم رفته پول هاتون کار کنین، پول جمع کنین، آورده مثال در همین خانه هاتون، در زن و فرزنداتون، در پدر و مادراتون استفاده برین، در خیش قومیتون استفاده برین. این برای شما بهتر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان ثواب این موعظه ها را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی و خدای مهربان تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه بداری. و این برادرانی که الحال خیر احسان ها کردند، خدایا ثواب. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که یک جایه با شما در این روز پرفیض دعا کنیم، اولا همه شما را، برادرای عزیز، پدرای عزیز و مهمانهای گرامی که در این مسجد ما و شما الحمدلله که هر جمعه حضور دارند، خوش آمدید میگوییم.
و خواهان هستیم و مسئلت داریم که خدای مهربان این قدمهای شما را ضایع نگرداند و در هر قدمهای شما خدای مهربان حسنات بنویسد. اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن لسان لا يذكر ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. خدای مهربان، از دعاهایی که ذات تو آن دعا را نشنود به سوی تو پناه طلب میکنیم. خدایا فریاد ما را برس، دعای ما را خدای مهربان اجابت بفرما و خدایا آن مرادها و مطلوبهایی که در دل این بندگان تو هست از سیر او ذات تو آگاه است. خدایا اگر این مقصدهای ما، مطلبهای ما، آرزوهای ما نیک باشند، برای آبادی جمعیت ما باشد، برای آبادی دین اسلام ما باشد، خدایا برآورده بگردانی و خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری ها ما که امروز در نمازهای ما اشتراک کرده نمی توانند، خدایا شفای کامل نصیبشان بگردانی. مسافرهایی که امروز از این جمهوری ما هستند، خدایا صحت و سلامت نگهشان بداری و با مرادهای حاصل شده به خاندانشان خدایا پس بگردانی و خدایا این تاجیکستان ما را آباد بگردانی، اقتصادش را خدایا بلند بگردانی، این شهر ما را خدای مهربان آباد و زیبا بگردانی، رهبران ما را خدای مهربان باز عدلشان زیاد بگردانی، توفیق را خدایا رفیقشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما دو جمعه در اطراف یکی از خیلی بیماری های بد که این کبر بود صحبت داشتیم، صحبت کردیم و ما و شما تا آخر این موضوع را انجام داده نتوانستیم و باز وعده کردیم که این جمعه هم در اطراف این خصلت خیلی ناخوب، خیلی زشت کمی با شما باز صحبت کنیم. تکبری مکن زنهار ای پسر، تکبری مکن زنهار ای پسر، که روز زی دستش درآیی به سر. یکی از علمای ما و شما، یکی از پیشواهای ما و شما، یکی از عزیزان خدا، یکی از اهل خرد، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی برای ما و شما چی یک وصیت، چی یک پند پدرانه می کند و ما و شما را می خواهد که شیخ مصلح الدین سعدی برای ما و شما یک پند پدرانه می فرماید که ای پسران من، ای مردم مسلمان، ای پیروان قرآن،
تکبری را در خود راه ندهید. تکبری مکن زنهار ای پسر، تأکید دارد، زنهار به زنهار به این عمل زیشت هیچگاه نزدیک نشوید که روز زی دستش درایی بسر. کنایه از درایی بسر حضرت سعدی میگوید این هلاک شدن است، زیرا روز از روزها از این خصلت خیلی ناخوب تو هلاک میشوی، تو شرمنده میشوی. تو اگر خواهی که با واسطه کبر در بین مردم شرف و قدر پیدا کنی، حضرت سعدی گفتن نه، گفتن عکس این البته تو میبینی، تو خار میشوی، تو هلاک میشوی. زیرا حضرت سعدی چه از سوره های مبارکه غافیر، چه از سوره های مبارکه نحل از قرآن با خبر بودند که خداوند میفرماید یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. خدای مهربان شما، خداوند شما در دل هر یک متکبری که سرکش است، سخت سر است، درشت سخن است مهر میزند، دلهای آنها را رخنه میگرداند، دلهای آنها را سخت میگرداند. انه لا یحب المتکبرین. خدا میگوید من متکبر دوست نمیدارم. کسی در روی دنیا اگر از بندگان من کبر کند، کسی سرکشی میکند، کسی با بنده های خداوند معامله ناخوب میکند از روی تکبری، آیا من دوست نمیدارم. خدا گفت اونا بندگان محبوب من نیستند. از این خاطر حضرت سعدی را خدا رحمت کند برای ما تأکید به تأکید دارد که فرزندان من به کبر نزدیک نشوید، زیرا شما لایق کبر ندارید، زیرا شما بنده های عاجز هستید. در دوام چی میگوید این استاد ما و شما؟ تکبر بود عادت جاهلان، تکبر نآید ز صاحب دلان. تکبر بود عادت جاهلان، تکبر نآید ز صاحب دلان. هر کسی که میگوید صاحب دل است، هر کسی که امروز نام او معروف در روی دنیا همچون عالم شناخته شدند، به حیات او نظر کنید، کنی در حیات همون کبر میبینید یا نمیبینید؟ اونا از روی تواضع، از روی خشوع، از روی خاکساری این نام و این شرف یافتند. و حضرت میگوید کبر فقط این پیشه جاهلان است، این کسب جاهلان است. انسانی که خیرت ندارد، فهم ندارد، عقل ندارد، این کبر به او یار میشود. در دوام چی میگوید؟ ای مردم، میگوید شاید که به همین مردم ما و شما حضرت خطاب دارد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. حضرت بیدار شوین، میگوید همین شیطانی که اینقدر علم، اینقدر شرف داشت در آسمان، و از آسمان چی پیش کرد؟ او از درگاه الهی به چی خاطر نابود شد؟ به خاطری که وی کبر کرد، وی کبر کرد، وی آدم سجده نکرد، خودش از او چی دانست؟ بالاتر دانست. به زندان لعنت گرفتار کرد. چدانی چرا کبر میکنی؟ حضرت گفتند نصیحتی مرا شنیدید، وصیتی مرا شنیدید، مادامی که شنیدید و دانستید چرا تکبری میکنی؟ چدانی تکبری چرا میکنی؟ خطا میکنی، خطا میکنی، خطا میکنی. حضرت گفتم بسیار راهی خطا در قدم زدی، بسیار راهی نادرست در راه رفته ایستاده ای. بیدار شو که این راه تو نیست. این نصیحت ها، برای این نصیحت ها باید که گوش لازم باشد، گوشی که ویا گوش اندازد. گفتی حضرت صوفی الله یار در مسلکش چی میگوید؟ گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این صحبت عالم ها میگوید گوش آدمی در کار، گوش دل در کار، که این صحبت ها را گوش اندازد
و به جان و دل قبول بگرداند. من انشاءالله باوری کامل دارم که آن گوش آدمی در شما تسلیم هست. شما با همان گوش اساسی گوش انداخته ایستاده این و من باوری دارم که اون نفری که در این مسجد آمده خم می شود، نماز جمعه می خواند، انشاءالله به سوی پروردگارش از کبر پناه طلب میکند که تا که من در زمره تکبرها نباشم. زیرا فرعون تکبر کرد کجا شد؟ قارون تکبری کرد کجا شد؟ شداد تکبری کرد کجا شد؟ ابو جهل و ابو لهبی که پیوسته نسبت پیغمبر خدا تکبری میکردن کجا شدند؟ چی منزلت یافتند؟ امروز نام اونها گرفته میشد، میگیم لعنت الله علی، لعنت به اونها. ما و شما در اطراف یکی از آیه های سوره لقمان صحبت داشتیم که این آیت را تا آخر انجام دادن نتوانستیم. میخواهم همین جمعه این آیت را اگر مفصلا هم بیان کردن نتوانیم، آن مقدار بیان میکنیم که انشاءالله شما فهمی اون میروید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ای فرزند من، حضرت لقمان گفتند، با مردم معامله خوب کن، با مردم روی تروش نکن. اگرچه امروز صاحب وظیفه هستی، اگرچه امروز صاحب خانه های چند قبطه هستی، اگرچه امروز صاحب فرزندهای با دولت هستی، امروز اگرچند که تو مرتبه های خیلی بلند پیرزاده هستی، شیخزاده هستی، کسی نباشی. با مردم معامله خوب کنید، با خلق خدای روی تروش نکنید. اگر مبادا یکی از انسانهایی که بی‌قدرترین در بین شما باشد، میگوید مفسرها، آمد نزد شما بزرگها، اگر عرض دل کرد تا آخر صحبت وی گوش انداز، تا آخر صحبت وی در گوش انداز. وی چی میخواهد؟ وی چی میگوید؟ امروز خوش به حال تو که تو حاجت برار شده ای، امروز خوش به حال تو که مردم پیش تو عرض دل میکنند. اینم یکی از بزرگی تو را نشان میدهد. زمانی که اگر با داد دل اونها برسی، اگر صحبت اونها را گوش اندازی و اگر خدمت اونها را چکار کنی، پیشنهاد اونها را خدمت کنی. در دوام چی میگوید؟ اطراف این من به شما 2 جمعه صحبت کردیم. ولا تمشی فی الارض مرحا. ای فرزند من، وقتی در راه قدم میزنی، خرامان خرامان قدم نزن. اگرچه تو فرزند لقمان هستی، اگرچه پدری تو اهل خرد است که بعضی مفسرها حتی با پیغمبر بودن لقمان هم روایت ها دارند. اگرچه گویم تو فرزند پیغمبرم که باشی، تو در راه با فخر قدم نزن. ولا تمشی فی الارض مرحا. برای چی؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. زیرا آن خدایی که لقمان پیدا کرد، آن خدایی که تو ای فرزند من پیدا کرد، و دوست نمی دارد مختال و فخور را. مختال خود از کلمه اختیال است. اختیال کسی که خود برتری دارد، خودبینی دارد، فخر دارد در راه، او را مختال میگویند. خداوند این گونه انسانها را میگوید دوست نمی دارد. فخور شخصی هست که شرفش از روی مالش است، از روی فرزندهاش است، از روی وظیفه و منصب و حسب و نسبش است. اینا را فخور میگویند. میگوید اگر صاحب اینها هم که باشی، تو در راه چکار نکن،
در راه خرامان خرامان قدم نزن، یعنی با فخر قدم نزن. زیرا که در دیگر آیت های قرآن چی سوره اسراء ده خدا میگوید ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میگه انسان در بالای زمین فخر کنان راه نرو. برای چی؟ انک لن تخرق الارض، این زمین سخته که من آفریدم با این قدم های فخرانه تو باید شکافتن نمیتوانی. یعنی این زمین من خیلی زمینی سخت است، تو با این قدم های خودت این زمین های مرا شکافتن نمیتوانی، اینها را پاره پاره کردن نمیتوانی. ولن تبلغ الجبال طولا، انسانی که قدم های فخرانه میزنی با کوههای من، میگه نظر کن چند قدر کوههای بلند دارم، هر چند گردن فرازی کنی با کوههای من برابر شدن نمیتوانی. از این خاطر چیکار کن؟ در راه آهسته قدم بزن، در راه آهسته هم نه، با وقار قدم بزن، قدم های خوب بزن با وقار. پیغمبر خدا با وقار راه می رفتند، یعنی هیچگاه پیغمبر خدا آهسته راه نمی گشتند یا اینکه سر طرف زمین راه نمی گشتند، بلکه یعنی چنان راه می گشت که حتی که دشمن از دیدن پیغمبر خدا در ترس می آمد که چقدر قوه بلند در این پیغمبر وجود دارد. یعنی همه وقت اسلام او شما را با وقار راه گشتن دعوت میکند. زیرا در قصه ها می آید که بار یک مرد بسیار میگد مردوار راه میگشت، مردوارش خیلی همیتا بیچاره احوال راه میگشت. حضرت عمر یکی از مجاهدان راه اسلام، یکی از دلیران، به او چی گفت؟ لا تمت علینا دیننا اماتک الله. انسان گفت چرا مردوار راه میگردی؟ چرا با وقار راه نمیگردی؟ دین ما را به ما نمیران، گفت خدا تو را هلاک بگرداند. این دین اسلام در نظر ما دین مرده نشان نده گفت، بلکه گفت با وقار راه بگرد، یعنی با شکوه راه بگرد که از دیدن تو دشمن چیکار کند؟ دشمن هراسان شود که مسلمان قوت دارد، مسلمان غیرت دارد، جسارت دارد. مردوار راه نگرد. یک نفر دیگر را دید مثل بعض ریاکارهای وجود دارد که خیلی خودش را خاکسار میگیرد، میگوید بسیار خاکسارانه راه میگشت و همین سر طرف پایان. حضرت دیدن ناراحت شدن، گفتن ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. گفت سرت را بردار. گفت ای بنده خدا، گفت با وقار راه بگرد، اسلام ما بیمار نیست. گفت اسلام در نظر مردم بیمار نشان نده. یعنی حبیب خدا با وقار راه میگشتند، فقط بدون تکبر. یعنی وقتی راه میگردین با وقار راه گردین، مردانوار راه گردین، لکن خالی از کبر باشد. در راه گشتن کبر وجود نداشته باشد که خداوند تکبر را دوست نمی دارد. کسی با این گونه اگر راه گردد، خدا میگوید من وای دوست نمی دارم. اگر سوره فرقان هم نظر کنیم چی میگوید خداوند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در سوره فرقان هم خداوند میگوید بندگان رحمان همان بندگانی هستند که در راه با وقار و با شکوه راه میگردند، لیکن خالی از کبر هستند. انا حضرتم فرزندش با این گونه وصیت کردند که ولا تمشی فی الارض مرحا، در بالای زمین تکبرانه راه نگرد، زیرا خداوند تکبر را دوست نمی دارد. در حدیث ها میگذرد که پیغمبر خدا گفتن بینما رجل، زمان یک مرد بود میگوید یک لباس خیلی خوب داشت، مرجل رأسه، لباس خیلی قیمت در بر کرد و موی سر خود شانه کرد، خیلی زیبا کرد.
یختال فی مشیته، وقتی لباس خوب کی پوشید، لباس قیمت کی پوشید، موی سر کی روغن کرد، گویم از کریم های حاضره استفاده برد، در راه برآمد. دیگر بنده های خدا این گونه لباس نداشتند و این گونه روغن هایی که این انسان در سر خود مالیده است، این گونه روغن ها را نداشتند. این آدم میگوید خیلی تکبرانه در راه میرفت. پیغمبر حکایت دارد: اذ خسف الله به و هو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامه. پیغمبر خدا گفت وقتی این انسان که تکبرانه که راه میرفت با این لباسی نو، با این سرهای شانه کرده، خدا را خوش نیامد و این زمان میگه زمین پاره شد و این تکبر را داخلش کشید. یتجلجل فی الارض الی یوم القیامه. پیغمبر گفت همون انسانی را که خدا از روی همین تکبر به زمین کشید، تا روز قیامت همین زمین وای کشیده و کشیده قعر خودش میبرد، عذاب داده میکشه میبرش. یعنی مقصد از این پوشیدن لباسی زیبا من نیست. چگونه پیغمبر خدا گفتن لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر. وارد جنت نمی شود همون نفری که اگر در دلش، در جسدش به منزله یک ذره کبر داشته باشد. فقال الرجل، یک مرد از بین خیست، چی گفت؟ این الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنه. پیغمبر خدا گفت مرد هست که لباسی زیبا را دوست می دارد، پای افزالهای زیبا پوشیدن دوست می دارد. پس این چی می شود؟ پیغمبر چی گفتن؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند زیبا هست، زیباها را دوست می دارد. کسی اگر لباسی نو می پوشد، کسی اگر موی سر خود روغن می کند، کسی اگر پای افزالهای تازه می پوشد، این گونه بنده را خداوند دوست می دارد، زیرا خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می دارد. الکبر بطر الحق و غمت الناس. پیغمبر گفتن، این روایت مسلم است، گفت کبر این سرکشی در مقابل اطاعت الله است و مردم حقیر شماریدن است. این لباس نو پوشیدن، این پاپوشی نو پوشیدن، گفت این علامت کبر نیست، گفت این بلکه سنت از سنت های پیغمبر است و امر پیغمبر خدا هست که شما کسانی که اگر دسترس هستند باید لباس های نو پوشند، باید خشانت خیلی زیب و زینت دهند تا که شناخته شوند که این بندگان بای هستند، با دولت هستند، تا که بیچاره ها و فقیرها با اونها مراجعت کنند، تا که لباس های کهنه شانه یا یگان مبلغ به این برادرهای دیگر هم دهند که اینها هم صاحب لباس شوند. در دوام چی؟ در دوام حضرت لقمان فرزندش چی گفت؟ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرزند من گفت در راه رفتن واقصد فی مشیک، وقتی راه می روی میانه راه بگرد، یعنی نه شتاب کن نه آهسته برو، بلکه در راه رفتن میانه رفتن برای خودت اختیار کن، میانه رو. واغضض من صوتک، وقتی با یک بنده خدا معامله میکنی آواز تا بلند نکن. امروز تکبرها اگر شما اهمیت داده باشین، یک خصلت بد چون همین است که وقتی با اونها صحبت میکنی با آواز بلند با تو صحبت میکنن، یعنی به سوی تو داد میزنن، تو را حقیر میشمارن، تو را ناچیز میشمارن، یعنی با سوی تو خیلی سیاست های وزنین، همراهی دشنام های آلوده قطعی با تو معامله میکنن. حضرت لقمان خدا رحمت کند فرزندش چی گفت؟ گفت واغضض من صوتی، با بنده های خدا نرم سخن گفت، هیچگاه گفت آواز بلند نکن، هیچگاه به مردم گفت سیاست نکن، دشنام ندی. چگونه اگر سوره طه را ما و شما نظر کنیم،
قصه حضرت موسی و برادرش هارون. خداوند چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. موسی گفت ای هارون از جاتان خیزین. گفت از جاتان. فرعون امروز از حد گذشت. چگونه از حد گذشت؟ انا ربکم الاعلا گفت. تا امروز هر گونه سخنها می گفت، امروز در بین قومش اعلان دارد که من خدا هستم. خیزین گفت از جاتان، خیزین نزد این سرکش روین. لیکن وقت پیش فرعون، پیش قصر فرعون که داخل شدید چیکار کنید؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. با این دشمن من، با این کسی که خدا اعلان دارد شما بلند گپ نزنید، بلند سخن نگویید، با او معامله خوب کنید، با او با نرمی صحبت کنید. شاید این که وی فرمان پذیر شود، شاید این که از خدا بترسد. با واسطه چی؟ با واسطه همان معامله که شما دارید. حضرت از این خاطر فرزندش چی گفتن؟ در معامله خیلی گفتن خوش زبان باش، بد زبان نباش، درشت سخن نباش. زیرا درشت سخنم چی حدیث های پیغمبری خدا، چی آیت های قرآن، چی سخنان عزیزان ما و شما خیلی طعن کردن، خیلی بد شماریدن. حتی حضرت سعدی را خدا رحمت کند و میگد سگ بران آدم شرف دارد که دلی دوستان بیازارد. سگ میگوید که یکی از حیوانهای پسترینه که در خانه انسان و یا نگاه دارد ثوابهاش میخورد. اما همین سگ میگوید از انسانی که این قدر مکرم است از این شرف دارد، از این بزرگتر است. از کدام انسان؟ که دلی دوستان بیازارد. انا همون انسانی که دلازار است، همون انسانی که سخت سخن است، همون انسانی که درشت سخن است، دلی دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی بدیل سخن بدیل آید. حضرت میگوید من این سخنم برای آن گفتم که با در برابر این من دلیل دارم. من گفتم سگ از انسان دلازار در بلند است، در این من دلیل دارم. دلیلش چی بود از حضرت؟ گفت آدمی با تو دست در مطعوم، سگ ز بیرون آستان محروم. حیف باشد سگ وفا دارد و آدمی دشمنی روا دارد. گفتن نظر کنید، همین انسانی که بالای تو سخن درشت میگوید، همین انسانی که زبان بد دارد، همین انسان گفت با تو در یک طبق نان میخورد. لیکن سگ بینین که سگ ز بیرون آستان محروم، وای از طبق تو محروم است، وای از کرپچه های ملایم تو محروم است، وای بیرون خانه هست. لیکن حیف باشد که همون سگی که بیرون خانه است وفا دارد و آدمی دشمنی روا دارد. حیف باشد که همون سگی که بیرون خانه است وای وفایی میکند به انسانو، این انسانی که دست در طبق تو دارد این با تو دشمنی میکند، این با تو درشت زبانی میکند. واغضض من صوتک. با بنده های خدا خیلی زبان نرم داشته باشی، با نرمی با مردم صحبت کن. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت لقمان یک تشبیه دادن، گفتن که زیرا که بلند آوازی این معنای او را دارد که بدترین آوازها را آواز خر خواندند. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بدترین آوازهایی که دل انسان میخراشد، آدم چکار میکند، آدم ناراحت میکند، این آواز خر است. گفت بلند آواز نشو. گفت دل انسان میخراشد، آدم چکار میکند،
آدم ناراحت میکند این آوازی خر است گفت. بلند آواز نشو گفت که آواز تو به آواز خر چی میشود گفت؟ در حکم برابر میشود. خدا رحمت کنه عزیزان ما و شما را بسیار یک ایجادیات خوب کردن. میگن بلند آواز باشد مرد عامی که اکثر دیگ می جوشد ز خامی. گفتن آدمی که همین بلند آواز شد، آدمی که میبینه که خیلی همت آدمی دغل است، چی هست وای مرد عامی هست، وای آدمی بیخیرد است، وای آدمی بی علم هست، وای مثل همون دیگه که ناجوشیدگی هست و آواز بلند دارد مثل انا همون است. بین دیگ وقتی که اگر ناپخته باشد آواز بلند دارد، بلق می جوشد لیکن هیچ مزه ندارد. لیکن عزیزان ما گفتن کسی دانا بود دایم خاموش که دیگی پخته کم کم میزند جوش. لیکن آدم دانا را چی گفتن؟ گفتن آدم دانا دایم خاموش است، دایم خاکساری دارد، خیلی نرم با انسانها صحبت میکند و مثل دیگی پخته است که تماما آواز ندارد. این است معنای یک مختصرنی این وصیتی که حضرت لقمان و فرزندشان کردند. حضرت سعدی در غزلیاتاش یک مثال عجیب میارد. میخواهم برای کبر هست که برادرایی که اگر ذره کبر داشته باشین این حکایه ها را من بهر او میارم که شما عبرت گیرین. میگوید این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. عجیب قصه ای هست. میگوید در شهر عراق مثال آوردن حضرت بیرق، رایت گفتم بیرق میگن، بیرق با پرده که ما و شما در تیریزه هامان آویزان میکنیم، هر دو میگوید در با یکدیگر رو پرو شدن و یک بحث و مناظره کردن. بیرق با پرده. این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. رایت از راه و رنج و رکاب گفت با پرده از طریق عتاب. من و تو هر دو حاجت آشانیم، بنده درگاه سلطانیم. من ز خدمت دمی نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. چی گفت بیرق؟ ای پرده گفت من و تو هر دو گفت خدمتگاریم، گفت در درگاه سلطان خدمتگار هستیم، لیکن من ز خدمت دمی نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. تو نرنج آزموده نحیسا تواضع کنید. یکی وقتی میبینه که یک بنده خدا نسبت شما کبر میکند، شما را هیچ نمی شما را فتکبروا علیهم، شما هم نسبتی و تکبری کنید. فإن ذلك مذلة لهم و صغار، انا همین تکبری شما گو معنی این دارد که ویم شما هیچ میشمارید، ویم شما خرد میشمارید. یعنی هست انسان هایی که همچون ما آدم مسلمان، همچون آدم مسجد می آمدگی، ما را مثال با این فعل هامان زبان کوتاه کرده و اینها گویا که هیچی نمی گفتگی باشند، اینا صبر زیاد دارن. گفته در برابر ما سخنهای نادرست میگویند، دشنامه ها میدهند، تکبری میکنند. پیغمبر خدا گفت شما در تکبری اونا تکبری کنید. یعنی اون دشمنان خدایی که شما را تحقیر میکنند گفت شما تحمل نکنید، صبر نکنید، گفت بلکه در برابرشون تکبری کنید. گفت این هم گفت علامت او را نشان میدهد که شما هم وای حقیر میشمارید، شما هم وای چی میشمارید؟ خرد میشمارید. یعنی این است یک مختصرا در اطراف موضوع کبر. فقط در آخر همین گفتنی هستم از همه برادرایی که امروز گوییم که از حساب شرایط های خوبتان، از حساب شرایط های خوبی که دارین،
مال و ثروت هایی که دارین و اگر در وجودتان کبر باشد، از این خصلت بد دوری جویید و شکر به سوی پروردگار کنید که امروز شما را خداوند بهترین ثروت ها و بهترین شرایط داد است. به جای کبر کردن فقط چیکار کنید؟ شکرانه به سوی الله کنید و بنده های خدا را احترام کنید. انشاءالله باز عزت شما بلند می شود، باز دولت شما دوچند می شود. لیکن از کبر گفته همون شیخ مصلح الدین سعدی، روز از روزها هلاک می شوی، عاقبت باز در دست یک تکبر میزنی که باز کبری تو در پیش کبری وی هیچ است. اینجا یک چند سوال ها را از ما پرسیدن، انشاءالله گفتن در همین جمعه کن ضرور بود است همین ها را جواب گوید. گفتد انشاءالله جواب میگوییم، بعدا دعا میکنیم. علیکم داملای شیرین زبان حاجی میرزا مراد. ما ساکنان ناحیه باختر از امر معروف شما بی نهایت بهره‌مند هستیم. وقتی که شما سخن میکنید اشک چشمان روان میشود. کاش صف چنین داملاها زیاد میشد. شما و ایشان نورالدین جان فخر ملت تاجیک هستید. رحمت خدا به همان مادرانی که چنین فرزند به دنیا آوردند. داملای محترم، پسران من به نزد سفر به شهر روسیه دارند. التماس به آنها یک دعای خیری کنید. در آخر داملای عزیز از شما سوال دارم. در منطقه ما زنها نماز را نشسته خواندن عادت کردند. التماس به همین مسئله روشنی می انداختید. اولا این برادرهایی که الحال از ناحیه باختر هستند در همین مسجد ما حضور دارند، خدای مهربان این مهمانهایی که الحال برای زیارت ما و شما آمدند، برای ادای نماز جمعه آمدند، خدایا این عبادت از این بندگان خود قبول بفرما و خدایا عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیبشان بگردان. و آن فرزندهایی که نیت سفر دارند، خدایا سفرهاشون با خیر و با برار بگردان و از همه ضررهای زمینی و آسمانی خدایا نگهشان بدار. آمین یا رب العالمین. و البته ما در این بابی که زنها نماز نشسته میخوانند، قریب که خیلی صحبتهای زیاد حتی در باب همان نماز، فضیلت نماز در این بابت صحبت داشتیم. لیکن باز میگوییم که هر یک جوان دختر و هر یک مادری که امروز الحمدلله که نماز میخواند، باید که نماز راستا خوانده شود. باور کنید این ممکن که بعض انسان‌های با وجود داشته باشد که گوید که اکنون همون پیشینه ها اجازت دادگی هم که زنها نشسته خوانند. باور کنید همون پیشینه کسی که همین اجازت داده است وای باور کن وای گوری آباد ندارد. این مقابل فرض الله صحبت کردگی هست. من از یک داملای گویم باور کن در همین شهر سخت نرسد نامشم نمیگیریم که من شاهد دارم، همراهم یک نفر مولانا اینا در همین جد دعاگوی ما و شما از پهلوی من ده بود. وقتی از همون داملا پرسیدن که همین زنها نشسته خوانند یا راستا، گفت زنها نشسته خوانند. ما در پهلوش ایستادگی هستیم، از ما نپرسیدند. بعد گفتن همین سببش در چی باشد که زنها نشسته خوانند و مردها راسته؟ اون داملا چی گفت؟ داملا نامش داملا اسوای بیچاره. وای گفت که آخی زنها چی گفتن؟ زنها گفت کواکیاشون زیاد است. این دلیل بینیم باور که شرمندگی هست. وای نامش داملا هست، باور کنین از پس نماز میخوانه مردم. گفت کواکی هاش زیاد است. این آیت های قرآن، این قدر مسئله هایی که در کتاب در باب قیام آمده است، راستا نماز خواندن چی برای مرد چی برای زن چی هست؟ فرض است. فرض. اگر مبادای همون زن خواه دختر است خواه مثال مادر است، اگر نشستن نماز خواند وای نمازش نماز نمی شود. با ترک فرض نماز فاسد می شود. این ترک واجب هم نیست که خواه گویم با سجده سهو درست می شود. ترک فرض می شود.
راستا نماز خواندن فرض است. با تمامی چی آیت های قرآن، چی احادیث ها، چی تمامی بگیم امام هایی که داریم، همه اتفاق به این هستند که نماز راستا خوانده شود، چی برای زن چی برای مرد. حتی اگر عذری که مثال در زن هست، در مرد هم اگر همون عذر پیدا شود، مرد هم نشسته نماز خواند، جایز است. اگر همین زن فشار خون دارد، راستا نماز خواندن نمیتواند، نشسته خواند. اگر فشار خون در مرد هم که وجود داشته باشد، نشسته نماز خواند، اگر راستا نماز خواندن نتواند. یعنی برای مرد و زن حکم برابر است. برای همین از همه شما با خواهش میکنم، انشاءالله در خانه های شما من باوری دارم زنهای شما، خواهرهای شما، کلینهای شما، نبیره های شما نمازخوان هستند. با آنها برسانید که نماز تا نماز نمی شود. داملا وقتی که این سخن گفت، دیگر من چی جایی که این کمپیرهای بی سوادی که امروز مثال به همون دخترهاشون فتوا میدن که نشسته خوان، یک زمانهایی بود حتی پاچه هاشون هم میکشیدن، پاچه را میکشیدن، بعد به پاچه نشسته نماز میخواندن. این گناهگاری از ترک سطر میشود. باور که کدام خانه سوخته کدام دشمنی بود، مثل همین داملای دشمنی که الحال وجود دارد. علم نداری بگو نمیدانم، جای عیبش نیست. پیغمبر گفتن نمیدانم خودش علم است. اگر گویی که نمیدانم خودش علم است. شرم میکند که من مثال خیلی البته سله دارم، کله دارم، چند مردم مرا میشناسد، گویم نمیدانم، بعد مثال مرا یگان سومم نمیتن، البته یا امامم نمیکنن. گفته سلام داملای محترم، به سوال من در همین روز جواب دهید. من 5 فرزند دارم، یک نفر این نماز نمیخواند، عاقبت این چی میشود؟ جواب این را من میگویم یا نه. هر یک پدر و مادر، چگونه که پیغمبر خدا گفتن کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیه، هر یک پدر و مادر در نزد پروردگار جوابگر هستند در حق فرزندهاشون. یعنی کدام اون نماز میخواند، کدامش نمیخواند، کدام دختری تو حیا دارد، کدامش ندارد، کدام دختری تو سطر دارد، کدامش بی سطر است، در اینها در نزد خدا تو جوابگر هستی. لیکن مادامی که اگر بی پروا باشی جوابگری، لیکن وقتی تو سختگیری میکنی، وقتی تو از او طلب میکنی و وی عاقبت را گوش نمی اندازد، این حالت تو گناهگار نیستی. فقط تو یعنی همون وظیفه‌ای که در ذمه داری که از فرزند طلب کنی، طلب کن. فرزند تا در نماز قائم کن، همراه خود مسجد بیار. لیکن اگر بے پروایی کردی، اهمیت ندادی، گویی که خیلی جوان است، خیلی بانکی خواب کند و دیگر، این حالت تو گناهگار میشوی. تو در نزد خداوند جواب این فرزند میدهی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش داریم که به ما دعای سفر میدادید، ما بررسیه میرویم، پیشکی منتدار هستیم. خدای مهربان این گروه جوانهایی که الحال از من پرسیدن که ما نیتی سفر داریم، در حق من دعا کنید. خدایا سفرهاشون با خیر بگردان، خدایا صحت و سلامت به همون مکانهای لازمه برسان و خدایا با دستهای پر و با شرایطهای خوب خدایا پس بگردان و از هر گونه حرام کرده های خودت خدایا این بندگان خودت را نگهدار. آمین یا رب العالمین. جوانایی که امروز برای سفر آماده شدید، همه شما در من مراجعت میکنم، بسیار شما در من مراجعت میکنید که برابری رفتن الله که شما نیت زنگیری دارید، نیت زنگیری دارید، لیکن شما را اونها فریب میدهند، شما را استفاده میبرند. اگر فریب ندهند یا استفاده تان که نبرند، بین شما را 3 سال و 4 سال همون زنها پاسپورت هاتون میگیرن، پیش پدر و مادر آمدن تا نمیمانند. برای از تو از 100 زنی که داشته باشی، برای تو از همه بالاتر قدر پدر و مادر میستد. این قدر پدر و مادر را فراموش نکنین که حبیب خدا میگوید بر آباءکم تبرکم ابناءکم. اگر تو میخواهی که فردا راحتی فرزند تا ببینی، پدر و مادر تا احترام کو، به قدر پدر و مادرت برس، دعای پدر و مادر تا بگیر، فرزند در حق تو خدمت میکنه. لیکن تو روی مثال از دنبال همون زنهای روس گردی،
تو در اونجا رفته و مثال عرق نوشی را سر کردی، تو از قیامت نمی ترسی؟ تو در رسی هم که مری در همونجا منکر و نکیر وجود داره، اونجا قبر تو نارام می شود. تو را دیگر از همون روی خط مسلمان ها خط می زنند، تو را در زمره همون کافرها و همون عرق نوش ها و همون زناکارها می نویسند. وای به حالت. انسان در سفر اگر گذرد، پیغمبر گفتند اگر حلال پاکیزه باشد وای شهید می شود. اگر انسانی که در سفر از دنیا میگذرد، یعنی در ملک خودش نه، مثال اگر من در دوشنبه از دنیا گذرم، به خاطر یک سفر رفتم، به خاطر یگان موعظه کردن رفتم که در راه مثال صدمه در دوچار شدم، خب در این حالت چی میشم؟ من درجه شهادت میبرم. لیکن اگر شما در سفر رفته و اینقدر گناه کنین، عرق نوشی کنین، آخر این عمر جوانی تان برباد میتین. زن نگیرین، زن از همین مردم مسلمان خودمان گیرین. امروز زن گرفتن در همین تاجیکستان ما فرض است، فرض. اینقدر دخترهای زیادی ما و شما به شوهر ماندن. شما غم ملت تا نخورین، غم این دخترهای مسلمان خودمان نخورین. اوای پروای تو ندارد، وای تو را احترام هم نمیکند. باور کن. برای همین از همه شما جوانا خواهش میکنم رفته پولهاتون کار کنین، پول جمع کنین، آورده مثال در همین خانه هاتون، در زن و فرزنداتون، در پدر و مادراتون استفاده برین، در خیش قومیتون استفاده برین. این برای شما بهتر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان ثواب این موعظه ها را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی و خدای مهربان تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه بداری و این برادرانی که الحال خیر احسان ها کردند، خدایا ثواب اینها را در نامه اعمالشان بنویسی و چگونه ای که ذات تو وعده کرده است این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم والله شکور حلیم. خدا میگوید کجاست همون بنده ای که مرا قرض دهد، یعنی کجاست همون بنده ای که در راه خدا خیر کند، در راه خدا سخاوت کند. من در یک سومی او 700 سامانیش میتونم. خدا میگوید با بازم این که دولت شب برجسته میکنم، یغفر لکم ذنوبکم، به سبب آن خیر احسان گناهاش میبخشم. خدای مهربان این دولت این برادرای ما را باز هم زیادتر بگردان و گناهاشون خدای مهربان مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. شوام قربان تاری ابروانت یا رسول الله، کنم جانم فدایی
گیسوانت یا رسول الله شما بینی نجوم در تکلم های دربارت شکر میریخت از نشی زبانت یا رسول الله شکر میریخت از نشی زبانت